نکیر یخ کردم توی کفنی و سوز میاد نم از کجا. جاری کی میزنی؟ شما صدا نده، دارم صدای فرشته حسابرسی به اعمالت میزن. منکر این نکیر کجا هست؟ من شیفتم داره تموم میشه ها. هر روز هی 5 دقیقه هیچ جام حساب نمیشه. یا سید علادین حسین غلط کردم آقا، به خدا غلط کردم. چرا قد طولش میدی؟ چه خبرت خانم؟ همه برزخ گذاشتی رو سرت. صدای خدا هم درومه. گفت دارم استراحت میکنم، یه دقیقه صداش همچه انداخته تو گلوش. بد من ببینم مرده جدیده؟ تفهیم اتهام شده؟ شما شرب خمر، مهمونی مختلف. چرا به جوونید ای کارا کرد؟ نمیدونستی که اینجا عذاب میکشی؟ شما نمیدونی تو ایران ما دهنمون سرویس شده بود. وقت تفریح جوونا آخر هفته ها، مخصوصا اینم بارونی میزد که دیگه آخریام بارون نمیمه، همین ای بود فقط. اوجو که فکر میکنی نه، من همین الانه هم به پراید له شدم که مردم در خدمت شما هستم. از ایران اومدی؟ عزیزم پشت پر حیات پشتی، حالا میبرمت به پشت عزیزم. ها پر بازی بکو تا بیام. ها حیات خلوتم دارین؟ خانم دیدی گفتمت به اجازهتون، پس من برم تو حیاتون. این پتوی فقط ای میشه برام بیاریم سردم. خانم عزیز می بخشنامه برات نیومده. ایرانیا وقتی میان اینجا دیگه به کل حسابرسی نداره. عذابی که ما اینجا تو جهنم داریم برای اینا شوخیه. ها ککیشون هم نمیگزه. میگیر از به بعدم ایرانی من یه راست بفرست تو حیات میام. ببینیم برات پتو هم میارم. خوش عزیز.